برار من برار جان برار اینجا تل سراغ نداره کسی تل داشته باشه کی؟ بالیا دو کوچه بالاتر برار اگه دو کوچه بالاتر تو اونجا نری شال میشی دیگه خیلی دوره دو کوچه بالاتر خیلی دوره یعنی مگذاره تا شهر هسته با بیلام برار من شکل وردشم بدت به دست من گفتم این تل داره گواه برار جو ببخشم برار من مایم برو مخونه خسر خوشی خو هم یک پینجه پول به قرض نداری با خیر خوشی ما به سر خوشی خو برم ورگردم بیام با پسم اینجا استاده شو انا به خیر خوشی پولاتون میدم برار همین تل نداره یک گریپ پولم کیسه منیه اولی که تو میری به خونه خوشی خود چیزی درنگی با پول نداری بری یک گریپ برار ندارم شما اگه پول داریم برار همین به قرض بدیم ما چند چه ریپی هم نیه برو شما 5 داریم به من به قرض بده 5 بله نه خوشی تو میگذاره دشکلی میری به سراینا بابا محمد چیز من نوزباد دارم من دگم امرو همیتم میرم که کار دارم من اوتم نمیرم که ما برم به سراینا بفهمیدی 10-20 نداری خب با تو میگم تو 5 نداری به من به قرض بدی برو من کمک تلک از این تونده بالاشون کمک تلک چرا تو تنها میشی خب مونده یا مرا خیلی رم از اون نجیای پیاده بیاوردم کمک تلک برو برو من نمی بابا خود کل کخصدی خود کم تلک من کمی حرکت بکنم لالا من نمیتونم تو تلک ده سبب نه تلکو وقتی برو من نمیتونم تو تلک ده تلکو خداوند تو کلون کنه تلکو پیش لالا خب من نمیتونم دیگه چی آدم ایشون سر و کش می تو بیا سوال شو که من تلک کنم کامرا حرکت کنه میسکت برو بش اینا ندی شخوایی نه برو نمیفتی نه برو 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 راستا کات کو لالا من یاد ندارم بکنیدم لالا جان ببخشیم برارم السلام علیکم و علیکم اشتن برارم جان شما جور برا جان شما جوره اینجا برارم گلم شما کمر ما بشکا برا برا جان ببخشین شما اینجا تل سراغ نداریم سکل ما کجایه که تل خلاص کرده برار خوبه گردم اول تو از کجا هستی؟ ما برار شهر ما هم برم به بغل خاگریز با سال خسر خوشی خو بغل خاگریز همی سکیل برار من تل خلاص که برار نال یک چک تل به منجی می سکیل نیه گفتم اگه آدرس داریم برار خیر بینیم برار من یعنی سکل تو تل خلاص کرده تل می تل مایم بله خب گپ بینی برار خوب گردم اونه درختار میبینی کدوم درختار؟ اونه رو برو اونه سیکو از این جو که تیر نشی بزی بر دکون ما موقع استدین تل فروش خب برو سکیل از جوش تیر کنم خود تو برو دیگه تو از جوش ببری تیر کنی اگه تو مست بشی کیر با پای ببری مگر پس با دنبال خور گردی اونه می تا جای کجا داره بری با پس ورگردی بیا تاقله بیای بفهمیدی برار خوب گردم از حال کارکات کنی ساعت تو چند بجیه 15 دقیقه به 1:20 دقیقه آفرین با 5 بجه به خیر خیریات دکون ما موقع استدین میرسی اگه ازی رو بری خوی تا گندمام هانی برار خوبه که تو پیاده رو و نمیبینی را به میکلونی از این برو به اون پیشم درختا که رسیدی جویه برای سکل تا گندما کی تیر میشه شما نشیم لالا جان من نمیگم سکل خور ببر سکل خور اینجی بگذار آن از این جگا برو تیرشو میگم از این جو تیرش دکون ما موقع استدینه سکل ها و درختا هانی درختا به جلو رو تو نمیبینی همین تا ها میگه که فقط به میرداوی تا هانی چند راه خوب برار خیر بینین که آدرس بدادیم برار گلم هم یک 20 یا 30 پنه داریم همون زد تل بندازم به کیسام یک پیپینیه برارانه به پالیم بد تو که پول نداره تو با سکل ما چه کار کنه که سوار میشی برار سکل از من یا برار منه اگه هست چیز کنه همه تل اندازیم برار گلم بابا تو پول بودم باز کی بستنو برار شما اینجا بس که من برم مثلا خوشی خو از اینجا پول میستونم میام پلاش منم اینجا میدم
درا کوچو خو بله پولا نیستی با من میاری میدی بله سرکله کم دوره انگلا چی رقمه سکولالا بله. دل ما به تو بسو به خاطری که گفتی می سکل ما ذرات له کرده و بله. زبان برابر معلوم میشی انا ما برای تو پول میدم بفهمیدی ای خیر ببینم برادر شما با اینجا بشینی مسئله خوشی کو میاد ای کو برار خوب گردم انا برو تو تل بستو ما سکل تو به اینجا نگاه میدارم خب عزیز سدی چند نوستونو برو هم سدیر به هتل بستو کتور بسام خونه خوشی تو ببره خونه خوشی تو گفتی به کجایه محل خاگریس بابا خیلی رای برو هم سدیر هم میخوره تله برو من اینجا میشینم من پیش سکل تو ها انا اینجا نگاه میدارم انا تارم پاس میکنم میشینم به خیر خوشی زودی بیای برو که من کار دارم خاطری تهران نباش انا برو بخیر انا من همینجی بشیشتیم دل جمع باش لالا انگار که خود تو شیشته ای خدایت دیوانه سرخی نبود که سکل به صدری به ما ببرم روخو بگیری برو که رفتار تو رو ببینم جوان سگو کشته میده بابا اگه تو دیوانی نبشی میجو که دیکن چه کار میکنه برو که تو تلفونیسی پیدا کنی بابا این دیگه هرچه من میگردم اصلا دیکن نیه این مرتکب من میگه دیکن اینجا من یک ذره شعل شهید شدم برفتم نه دیکونیه نه هم هیچی نه تل نه هیچی بابا کن نه ماما ماما یک سکلی ندیدی سکل سیاه چی گبز تو یک سکل سیاه سکل سیاه کجا بوده سکل سیاه اینه جیم گرفتو بله سکل عباران بود میرفتم من خونه خوشی خو سکل من تل خلاص کم پلان نداشتم به تعمیر کوچه باخ کلون سرک خومه بچگاه که بیدگه میتون پیشنک سر کلب تا سر مثل کاسه خیلی بری یک بار من همزی گفتم که تل نداره با من سدی داد من پول نداشتم همین سدی بداد که بره حال من گپاتو لالا نمیفهم که تو گپ میزنی گریه میکنی خش کردی توف کردی چه کار هست تو گریه نمیکنم من سرا خو میامدم میرفتم مثلا خوشی خو سکل من تل خلاص که خیلی را پیاده بیامدم همین سدید نفر گفت بره اونو برجو تله سکل خو من پیشی بک داشتی من حالی میامدم ببینم دکون کنجگاه نبود سی میکنم سکل نیه میامدم اینجا بگم تو بیتو نماده میشنختی اون نفره نه تو اشتا آدم بیعقلی بیده که سکل به صدری بفرختی و به پیش آدمه که نمیشنختی سکل خود نگادیشتی برارا بیعقلی نگو که از بیعقلی 130 تخت کم دارم من پوشون برای سکل از بینیه سکل عبوران من تو از کجا هستی؟ به چی کی هستی؟ اکدو غله ای؟ به چی دین اومد گدی اون اومد اشته دین اومد گدی برار شو مدر من دین اومد گدی اونم داره اکدو غله ای تو؟ چی؟ اکدو غله ای؟ با قلای سیاپی اشته کنم برای سر کلین نشی با سر خسور خو میخوری کار داشتم سکل هم از برار من نبودک سکل برار من بیارد سکل خسور برار ببود یاره دیگه خسور برار تو دل جان باش که پول یک پیشکش یک دختر دوباره برار تو مثل برای چی کرده؟ خب فرق نه تا اون سکل پول پیشکش او برتکال لالا همش قندک تیر شده او به تو اینجا به تا دیر رسید بیشنسی
نه چی میشناسه؟ تو میگه مجغندک تیر شده. یعنی میگن دوست که سکیل تور ببرده و مجغندک تیر شده و حالا و تعدی به تو رقصیده نمیره که محتل تو باشه که جناب میآید. برار یک مرتقه که اگه سکیل دیده به دست مر بگیر برار با من زنگ زی. بسته مردم دیمو همه سکیل دارم سیاه سفید سرخ زرد بین مکدی ما که بگیرم. برار اگه دیدی با من زنگ زی خوبه. زنگ میزنه شماره تو مال بگیرید کن. خوبه. عقل کمال به کجا بوده؟ به من میگه زنگ تو که شماره خورده میده دیگه ما تو زنگ زنم با دو زندگاه مثل که تو معطل مکه می بیایم به تو زنگ زنم. وای 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 وای. چه کار به کجایی؟ من هر چی بستدم اسرائیل دن نمیده خیلی بریجون مرتکب مرده. کسکه سکیل مرتکب چی گفتی؟ مرتکب سکیل ببر. کی بود؟ سکیل به من سرک خومه به طرف پول مالون که میریم امیجگاه بیامدم یک بار سکیل تل خلاص که چی میگی گیلک تو حل گبزه؟ ما با تو بگفتم میدن که سکیل تل داره گفتی ها سکیل تل خلاص که من خیلی را پیاده 60-70 کیلومتر ما بیامدم یک بار منطقه که جلو اون خورده گفته که برای پول هم نداشتم میگیسا خود سدی داده همین سدی بدا گفته برای عجو تل بستو این سدی بداد سکیل گفته گروه سکیل نیست سکیل روش که بیامدم میبینم نیه تو چی میگی گیلک؟ سکیل پیش مردکه بگیشی بفتی برای تل دفتی ها سکیل کو تل دیش تکتار تو نداشت خلاص شد اشته خلاص شد سکیل حالا به کجا کردی کو سکیل سکیل مرتکه بجونده دوست بجونده کی بوده؟ میشنختی یا نمیشنختی؟ نه تا یک رای تو که نمیشنختی تو خوش اشتباه میکنی که سکیل پیش مرتکه بیگانه میکنی سکیل خسور مبید آخه خمه بده خسور مکازه و سیشنون نمیخوام من جواب چی بودم؟ نمیفهم چی کار کنم تو با کدو عقل سکیل پیش مرتکه بگیشی بفتی برای خود سکیل خودی خود میبودی لاف کنه سکیل خودی خود میبودی آقا به چی میفهمیدم من خب پیاده میرفت تا جا تلفروشی خود سکیل پیاده رفت و تک گندما گفته برای تک مبارک گندما باشه و کدو قسمت بود چی؟ سرک پول مالون جلوشو که در بدر کردی من جلوشو جلوشو که من جواب خسور خود چی بودم خود ایول استیف جلوشو سکیل پیدا کو تو چه سکیل بدی آخه من چی میفهمیدم مرتکه دوست تو آدم عقل به خیر خوشی بخوری خود میست میامدی به سراب پس میامدی سکیل پیش مردکی بیگونه